چنانچه عمیقانه و توأم با تفکر وسیع‌تری آیه های قرآن را مورد توجه قرار دهیم، خواهیم دید تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن به تلویح و بعضی به طور کاملا روشن و صریح با آمدن رسولانی پس از پیامبر اسلام بشارت می‌دهد. اگر چنانچه این تصریحات را ندیده بیانگاریم، دچار تناقض شدید در کلمات الهی می‌شویم و این برخلاف علم لایتناهی الهی است. به تنهایی هر یک از این آیات قرآنی کفایت می کند بر حقیقت استمرار ابدی پیامبران الهی. قبل از بیان این آیات مبنی بر استمرار ظهورات الهی، آیه‌ای را قرائت می نمایم به این مضمون در سوره بقره آیه 85: افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. ترجمه آن به فارسی چنین است: چرا به برخی از آیات کتاب ایمان آورده و بعضی دیگر کافر شوید، در حالی که حداقل 100 آیه مغایر این مفهوم قرآن است که مسلمین با آن استشهاد می‌کنند که پیامبر اسلام خاتم النبیین است. نبی و رسول از نقطه نظر مفهوم لغوی تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. مطلب از این قرار است چون حضرت محمد فرزند ذکوری نداشتند که جانشین ایشان شود، می‌فرماید پس از من ختم نبوت می‌شود. کما اینکه حدیثی است که زمخشری در کتاب تفسیر کشاف بیان می‌کند و گویا این حقیقت است: لو عاش ابراهیم لکان نبیاً، اگر فرزند من ابراهیم زنده می‌ماند همانا نبی بود. اینک به طور اختصار چند آیه در مورد استمرار ظهورات الهی ذکر می شود. در سوره بنی اسرائیل آیه 77 چنین آمده است: سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا. آیین و سنت و روش ما در حقیقت قبل از تو محمد چنین بوده است که رسولانی فرستادیم و در این سنت تجدید و تبدیل حاصل نخواهد شد. در این آیه از رسولان به صورت جمع ذکر شده است. در سوره اعراف آیه 33 چنین آمده است: لکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. برای هر امتی بدون استثناء زمان معینی است که چون فرا رسد لحظه مقدم و مؤخر نمی شود. آیه بعد از آن باز به تصریح این مطلب پرداخته می شود: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. ای فرزندان آدم، حتما رسولانی برای شما خواهد آمد و آیات مرا برای شما بیان خواهد کرد. یأتینکم نون ثقیله است و مفهوم آینده است. باید توجه داشت که در این مورد هم از رسولان بیان شده است که جمع است. و در سوره مریم آیه 53 چنین آمده است: و حبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. از لطف و مرحمت خود برادرش هارون را نبوت بخشیدیم. در این آیه کاملا مصرح است که مقام نبوت تخصیص به برادر یا فرزند ذکور دارد. در سوره سجده آیه 5 به صراحت بیان می‌کند که زمان دیانت اسلام 1000 سال است. یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خداوند امرش را، منظور امر الهی دیانت الهی است، از آسمان به زمین تدبیر می کند، سپس آن امر و شریعت الهی در یک روز که معادل 1000 سال باشد از آن چه بین شما معمول است و می شمارید به سوی او، یعنی به سوی خداوند بالا می رود. در سوره رعد آیه 38 چنین آمده است: لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده لأم الکتاب. برای هر زمانی کتابی است، خداوند آنچه را بخواهد محو و یا ثابت می کند. مادر کتاب ها نزد خداست. بنابراین
قرآن آخرین کتاب الهی محسوب نمی شود و در سوره لقمان آیه 38 چنین آمده است: ولو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. و اگر هر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافه 7 دریای دیگر مرکب گردد، باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند. و این آیات چکیده است در زمینه استمرار ظهورات الهی. به گفته مولانا: آب دریا را گر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.